هڅې پیل د جوړېدو دا وطن درغېدو بیا آباد بکړي. ما اینجا آمدم به خاطر از اینکه کارت ثبت تولد و تذکره الکترونیکی بگیرم. تانستم که اردیش در ظرف یک روز اخذ کنم. قسمه که میفهمیم آهسته دنیا به طرف تکنولوژی شدن میره. از این خاطر ما ضرورت است که تذکره الکترونیکی داشته باشیم تا مجبور نشیم به هر جای ورق انتقال بدیم و زمان کار ما جای بند میمونه. بسیار به سادگی توسط تذکره الکترونیکی میتونیم کارهای ما را به پیش ببریم. قبلا خودم تذکره گرفتم، نظر به تذکره گرفتنهای دیگه جای اینجا مرکز آسان خدمت گردنه باغ بالاست. میخوایم به خانم تذکره بگیریم. نظر به بسیار جاهای دیگه انشالله به زودترین وقت این تذکره را به دست مردم میده، به مردم خدمت خوب میکنن و دیگه مردم با پیام همیز کسی که تذکره ضرورت داره بیان در مرکز آسان خدمت گردنه باغ بالا. انشالله در دو روز کارشان راحت میشه، تذکره خود گرفته میتونن. مردم به خدمتشان است، دولت در خدمتشان است. خدا قد اینام خوب میکنه قد مردم هم. اینجا آمدیم در آسان خدمت به خاطر گرفتن کارت تولد که بسیار یک روند بسیار ساده و بسیار روند مفید پیش آوردن و بسیار سهولت از مردم که اینجا بیان کارت تولد درس کنند. و دیگه مردم پیام دارم که بیان در خدمت باغ بالا و از خدمت‌های زینا مفید شوند و کارشان ان شاء الله سریع پیش میره. بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتي دی بچو. بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتي دی بچو.